وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم راهبر بودند، عالمترین مردم بودند و امیری مردم بودند. وقتی که از دنیا گذشتند، حضرت ابوبکر صدیق خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم شدند، جاینشین رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید، جاینشین یعنی زن آمد گفت که یا رسول الله درباره میراث سوال کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوالش جواب ندادند و گفتند که دیگر وقت بیا. شاید مشغول بودند، دیگر وقت بیا. گفت که لم اجدک، اگر من در صورت بیایم و شما نباشید چی؟ کانها ترید الموت. راوی میگوید که گویا وی موت را در نظر داشت، یعنی من به نزد شما آیم و شما از دنیا وفات کرده باشید چی؟ ایتی ابابکرین، به نزد ابابکر بیافتند، به یگان فکر و خیال، به یگان شک و شبهه، با دل پر، با زبان برا، ایتی ابابکرین، به نزد ابابکر بیافت. یعنی در مسئله های دینی هم و در نماز هم وقتی که بیمار شدن، مرو ابابکرین فلیصلی بالناس، امر کنید ابوبکر که به مردم امامتی کند. یا رسول الله، ابوبکر شخصی که قلبش ملایم است، در مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، در محراب پیامبر صلی الله علیه و سلم، به جای پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میایستد او خود را داشته نمیتواند، او گریه میکند، نماز نمیتواند خواند. بنابراین فرمان دهید یا رسول الله عمر به مردم امامتی کند. گفتند که مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابابکر را امر کنید که به مردم امامتی کند. نماز یعنی ستون اسلام است، باید پیشوای مسلمان ها پیش گذارد. و جعلنا للمتقین اماما، پروردگارا ما رو به تقواها امام و پیشوا گردان. دعای بندگان اینه که الله تعالی، یعنی به این دعا الله تعالی ثنا گفته است در سوره فرقان، پروردگارا ما را پرهیزگاران و تقواداران امام بگردان، پیشوا بگردان. نماز ستون اسلام است، ستون دین مقدس اسلام است. یک انسان به پیش گذشته به الله تعالی مناجات میکند، اهدینا الصراط المستقیم، پروردگار ما را برای راست هدایت کن، ما را از راه گمراهی که برای آنها غضب کردی یا گمراهان ما را در پناهت نگه دار. دیگرها از قفاش آمین میگویند. یعنی این شخص باید عالمترین مردم باشد. وقتی که به حج امیر لازم بود، حضرت ابوبکر را امیر کردند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و علم المناسک ادق ما فی العبادات، علم حج در داخل عبادت ها نازکترین علم ها هست. کسی را اگر علمی او را سنجیدنی باشه در علوم عبادات، یعنی طهارت، نماز، زکات، روزه، حج، بزرگترین مشکلترین مسئله ها در این 5 مسئله حج است. ولولا علمه، اگر ابوبکر علم نمی داشتند، پیامبر علیه السلام به عبادت حج ابوبکر را راهبر کرده نمی فرستانیدند. ابو سعید خدری میگویند که خیلی که در صحیح بخاری ثابت است، و کان ابوبکر اعلمنا، و ابوبکر عالمترین امت اسلام بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی به یک بندهش اختیار داده است، بین آن چیزی که در نزد الله تعالی هست و بین حیات دنیا اختیار کن. آن بنده آن چیزی که در نزد الله تعالی هست آن را اختیار کرده است. فبک الصدیق، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گپ را گفتند، ابوبکر گریه کردند. دیگر تمام حاضرین چیزی نفهمیدند. گفتند که سبحان الله، الله تعالی به یک آدم اختیار داده است بین پیش خودش و بین حیات دنیا. برای چی این موی سفید گریه میکند؟ برای چی این شیخ ابوبکر صدیق گریه میکند؟ و کان ابوبکر اعلمنا، سپس که برای آنکه ابوبکر عالم ترین ما بود و ای فهمید دیگرها نفهمیدند که مراد از این شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که الله تعالی و پیامبر علیه السلام پیشنهاد داده است که دین را مکمل به مردم رسانیدی، چه خیلی که از آسمان آمد، امانت را رسانیدی
وظیفت را اجرا کردی. اگر خواهی اکنون وقتی غلبه آمد، تمام مردم دیگر ترسیدند از بزرگی اسلام. اسلام قنات خود را کشاد، عزت و بزرگی خود را پیدا کرد. بعد اینکه غریب بود در ابتدای امر، عینی حیات دنیا شیرینیش آمده بود، سخنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم اجرا می شد. خواهی زندگی کن، نخواهی آن چیزی که در نزد الله تعالی است اون را اختیار کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش الله تعالی را اختیار کردند. و ابوبکر برای فراق رسول الله صلی الله علیه وسلم که از این روز اعتبارا از پیامبر صلی الله علیه وسلم جدا می شوند، نمیدانم به کدام مدت. 2 ساله که حقیقتا بدون رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کردند، 2 سال از شخص محبوب ترینش جدا شدن این وزنین بود. بنابراین گریه کردند و هیچ کسی نفهمید. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم خواستند که از بین مسلمان ها یک کس را امیری مسلمان ها، خلیفه مسلمان ها اعلان کنند، گفتند که یک قلم و یک کاغذ بیارید تا اینکه من نویسم که امیری مسلمان ها کی است، با نشود که یگان کسی اختلاف کند. و وقتی که به آوردن قلم و کاغذ رفتن، چه که شیخ الاسلام در منهاج السنه این مسئله ها را به تفصیل آوردند، بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم از نوشتن دست کشیدند، گفتند که یأبی الله والمؤمنون الا ابا بکر. من این ورق به خواه نویسم الله تعالی و مسلمان ها غیر ابا بکر دیگر کس راضی نمیشن. گفتن واقعا نمیخل شد.